یه شخصی پنهانی شما را از خدا میخواد. نیت کنید. یه نفر دائم داره با خدا راز و نیاز میکنه و تمام آرزوش داشتن شماست. کارتا چرا انقدر عجیب جواب دادن؟ چرا انقدر قلبش به خاطر شما تکه تکه شده؟ چرا انقدر مشکل سر راهشه؟ انگار قبلا هم تلاش کرده اما نتونسته وارد زندگی شما بشه. شاید مشکل از سمت خود شما بوده یا از سمت خانواده‌تون، ولی انگار مشکل خیلی بزرگه و تمام مسیر رو برای این شخص بسته. کلاً انگار عاجز شده، دائم داره از خدا کمک میخواد. تمام روز و شبش فکر کردن به شماست. انگار مانع‌های بزرگتری هم در مسیرش قرار گرفت. انگار مشکلات مالی هم این مسیر رو بسته. این شخص خیلی درمانده شده و دائم داره به خدا پناه میبره. خب میگه اگه میدونید که شما این شخص کیه و بهش علاقم دارین، کمکش کنید تا مانع‌ها رو از سر راهش بردارید تا بتونه راحت‌تر به سمتتون بیاد. خدا پشت و پناهتونه تو این زندگی. آمین بگین و کلمه آمین رو برام کامنت کنید. دوستتون دارم.